داملا دیروز در وقتی صحبتتان شما گفته بودید که در روزهای رمضان محصولاتی یعنی خوراکواره یا نفروشید یا در این گونه جاها کار نکنید. از آغاز برنامه تا این دم یک نفر از مخلصای شما نوشته میکنند که ما اجاره پولی خیلی زیاد داریم، اگر کار نکنیم چیکار کنیم؟ یعنی اجاره پولی داده نمیتوانیم. کار کنید. کی گفت از شما کار نکنید؟ بعد عصر کار کنید. بعد عصر کار شروع کنید. افطار تیتون همین نماز شام تا بامداد فروشید. رمضان بر رژیم دیگر کنید. شما باید مقدسات دینی شما باید از دنیاتون پیش ایستاد. اگر به خاطر الله شده و ترس الله شده شما روزانه سودا نکنید در ماه رمضان، الله تعالی برای شما عوضی بهتر میده. و ظاهرا شما گویا یک ماه درآمد نکردید، لیکن الله تعالی برای شما در یک ماه دیگر 3 ماه 4 ماه درآمدتون میتید. اگر به الله ایمان داشته باشید، اگر به الله تعالی و وعده های الله تعالی باور کرده باشید، من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه، کسی که یک کار به خاطر الله ترک کند حتما الله تعالی برای او عوضی نیک میدهد. و کسی که گمان کند که اگر من از رمضان آینده سودا نکنم، آشخانه دارد، سودا نکنم من بانکرات میشم، الله من به یاری نمیتید، گفت در حقیقت به الله تعالی گمانی بد کرده است. و گمانی بد کردن به الله تعالی نهایت گناه عظیم است. همین نامش ایمان میگوید. یعنی باوریتون های شما گپی الله تعالی، شما باوریتون هست که اگر طبق شریعت عمل کنید الله تعالی شما خار و زار نمیکند. اگر هم باوریتون نباشد یعنی باوریتون از ایمانتون نیست. به همین یعنی وعده الله تعالی باور ندارید. من اگر نکنم، اگر پولی اجاره ما که میتید. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان شما رو وعده میکنه به کمبغلی. این کمبغل میشی، او روزه ندار که کمبغل میشی، از بالای 20 ایتاژ میغلطی میموری، بچه ها دیتی میمونی، این زردال ها اگر خوش نکنی اگر کمبغل میشی، این کار بنروی وایدات کمبغل میشی. این وعده های شیطان است. الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، شیطان شما رو و کمبغلی وعده میده. او نماز نخون که کمبغل میشی، ای جمعه نرو سودا کن نباشد کمبغل میشی، رمضان ندار کمبغل میشی. وسوسه های شیطان است. خواه شیطان انسی باشه خواه جنی.